اگه میخوای آرامش داشته باشی، فرض کن فهمیدیم فلانی چقدر، فرض کن فهمیدیم کی میخواد با کی ازدواج کنه، فرض کن فهمیدیم کی میخواد زنشو طلاق بده، فرض کن فهمیدیم کی فلان پول از کجا آورد و فلان ماشین رو خرید. خدا سر و داد که رو گردن باشه، نه رو زندگیه و توی زندگی دیگران. اگر سر از کار کسی بیرون بخوای بیاری، مولوی میگه همیشه ملولی. ز هر چیزی ملول است آن فضولی، ملولش کن خدایا. از ملولی ملول میشه و کسی هم که ملول میشه همیشه در اضطراب و عمرش کم میشه. آخه از لاک‌پشت پرسیدن تو 150 سال عمر میکنی، رازش چیه؟ گفت رازش در سبک زندگیمه. گفتن سبک زندگی چیه؟ گفت همیشه سرم تو لاک خودمه.